پرسش و پاسخ صفحه 319. واقعا محتوای قرآن سنگینه. قرآن یک کتاب بسیار جدی است. البته کتاب‌های آسمانی که از حکمت الله هر کتابی یک بویی داره و یک مسیری داره. کتاب انجیل مسیرش و محتواش خیلی عرفانیه و نیایش نامه است با الله. کتاب زبور، کتاب تورات یک کتاب اقتداره. کتاب انجیل یک کتاب مهربانی، محبت، عفو، گذشته. یعنی زیر سایه اقتدار، زیر سایه مهربانی، زیر سایه نیایش حرف خودش رو میزنه. و قرآن یک کتاب بسیار جدی است، خیلی جدی، و در کمال جدیت حرف خودش رو میزنه. و کسی که قرآن بخونه میفهمه که قرآن داره با چه ادبیاتی میخواد خوانندش رو متوجه کنه و با خواننده میخواد یه ارتباطی برقرار کنه که با برقراری اون ارتباط شخص متوجه میشه که خدا این عالم هستی رو شوخی و بی هدف نیافریده و خدا دنیا، آخرت، انسانها، خرد، اندیشه، همینها برای خدا مهمه و خدا همینها رو جدی میگیره و انتظار داره. و قرآن سبک قرآن به این شکله و کتاب آسمانی هر کدوم با سبک‌های خاص خودشون میدرخشن. آیه 112 جواب اونی هست که میگن نماز و عبادت مهم نیست، فقط کافی کارهای خوب انجام بدیم. درسته، این قرآن حواسش به این افراد هست. قرآن هیچ وقت غفلت نمیکنه و دائما وقتی که حرف میزنه یعنی حواسش به حرفاش هست و این آدمای به حساب بگیم تنلش و تنبل و بی‌مسئولیت میفهمه که این آدما بی‌کمرن، بی غیرتن، به قول گفتنی حوصله نماز و عبادت و خداپرستی ندارن. اینا شهوت پرستن، اینا دل پرستن، هوا پرستن. به همین خاطر هیچ جا نمیگه که کسی بتونه سوء استفاده کنه. وقتی که صحبت میکنه قشنگ حواسش هست و به همین شیوهی که الان خوندیم آیه 112 در تمام جاهای قرآن هم همینجور بیان میکنه. میفرماید که این عمل صالح و ایمان الا الذين آمنوا و عملوا الصالحات و من یعمل من الصالحات و هو مؤمن. مثلا کلا قرآن اینجوریه. اونا دیگه به هر حال بفهمن که اون دینداری منهای نماز، منهای روزه کاری به دین اسلام نداره، کاری به قرآن نداره. اون برای خودشون برن یک اسمی پیدا کنن. اون دین اسلام نیست. دین اسلام اینجوریه که ایمان و عمل صالح هر دو با هم خدا میپذیره. و البته معلومه که پشتوانه عمل صالح ایمانه و پشتوانه ایمان هم عمل صالحه. اینا همدیگر رو تقویت میکنن و قابل جدایی از هم نیستن. این دوتا همیشه با هم رفیقن تا روز قیامت در پیشگاه خدا. چرا فرموده قرآن آسان و گیراست، در صورتی که قواعد زبان عربی خیلی پیچیده تر و گسترده تر از زبانهای دیگر است؟ نه، ببینید هیچ زبانی شما پیدا نمی کنید که دستور زبانش آسان باشه. شما شاید فکر کنید که زبان فارسی دستور زبانش پیچیده نیست، قرآن پیچیده است، ولی کافی که شما غیر فارسی زبان باشی بعد بخوای شروع کنی به فارسی زبانی حالا میفهمی یعنی چی. و بعد از 10 سال تمرین هنوز شما میخندید که اون کلمه مال این جمله نبود. و اتفاقا در زبان عربی قواعدش واضحه و قواعد کلیش خیلی میتونه اون قواعد جزئی و قانونهای کوچکتر رو در خودش جا بده و خیلی راحت‌تر میشه مسلط شد. خیلی راحت این وجود داره. به حساب شما کتاب صرف و نحو وقتی که میخونید قواعدش رو یاد میگیرید، کلمات عربی که یاد بگیرید خیلی راحت میتونید مسلط بشید که خیلی از مفسرین قرآن غیر عربی بودن
فارسی زبان بودن قرآن رو تفسیر کردن، خیلی هاشون محدثین به همین شکل، مفسرین، فقها زبانشون اصلا عربی نبوده، منتها تونستن با همون قواعد زبان عربی کتاب رو تعریف بکنن. پس این به حساب نشانه این هست که نه اونجور نیست که تصور میکنیم. در مورد این که میگن قرآن شفاعت کننده است توضیح بدید. ببینید در مورد شفاعت یه مطلب اساسی در ذهنمون باشه. حالا 2 تا مطلب میگم، این داشته باشیم خیلی از سوالات در باب شفاعت حل میشه، خیلی آیات هم تفسیرش واضح میشه. یکی این که الله به هیچ کس ظلم نمیکنه و میخواد عدالت رو به اجرا بذاره در روز قیامت. منتها این عدالت هزاران شاخه داره، یعنی هزاران اما و اگر داره، چون در مقابل این عدالت انسان قرار گرفته و انسان ها هزاران وضعیت و شرایط دارن. 2 تا برادر کاملا شرایطشون با هم متفاوته، 2 تا شخص گناهکار درسته که گناهشون مشترکه مثل همان، ولی شرایط این 2 نفر کاملا متفاوته. پس 2 نفر با یک گناه مشترک مجازات مشترک اگر بشن در حقشون ظلمه، چون شرایط گناه اون 2 نفر با هم دیگه فرق داشت، پس مجازات هم باید فرق داشته باشه. نمیشه به مجرد این که چون قتل مرتکب شده، چون دزدی مرتکب شده، چون فلان شده مثل هم مجازات بشن. کسی که از روی گشنگی میاد دزدی میکنه و کسی که از روی پررویی میاد دزدی میکنه و اختلاس میکنه، این 2 تا اصلا جرمشون مثل هم نیست، هر چندم به قد هم دزدی کرده باشن. به همین خاطر برای اینکه عدالت به نحو اکملش روز قیامت به اجرا گذاشته بشه باید شفاعت باشه. پس شفاعت مکمل عدالته، یعنی شفاعت در خدمت عدالته. یعنی اصلا اینجوری نیست که شفاعت فرا قانونیه، فرا عدالتیه. این تصور کاملا باطله که متاسفانه برخی در مورد شفاعت اونجور تصور میکنن که تو هر گناهی میخوای بکن، کافیه که فلان کار و فلان کار انجام بدی، حالا پیغمبر از تو میاد شفاعت میکنه، فلان بزرگ میاد از تو شفاعت میکنه در مورد گناهانی که انجام دادی. خب این که شفاعت در چی شد؟ در خدمت ظلم شد، در خدمت ناعدالتی شد و خدا از این حرفا مبرا و پاکه. سبحان الله باید بگیم در مورد تفسیر همچه شفاعت. توضیح دوم، مبنای دوم شفاعت، که شفاعت هیچ وقت نمیاد دین اسلام رو برش خط قرمز بکشه، سایر احکام خدا رو روش خط بکشه، بلکه شفاعت در راستای اونه، در ادامه اونه. مثلا خدا میگه در قرآن کریم در دین خودش که نماز بخون، میگه که زنا مکن، میگه که دزدی مکن، به پدر و مادر ناحقی نکن، حق فرزندت رو ادا بکن، بدهکاریت رو ادا بکن، در حق زن ظلم نکن، هزاران مسئله بیان میکنه. بعد طرف قشنگ خلاف اینا میکنه، بعد شفاعت میاد. شفاعت میاد چی؟ شفاعت میاد که یعنی این که تمام اون چیزایی که تو تمرد کردی، خلاف قرآن کردی، یک باره یهویی بگه حالا اشکال نداره، حالا ولش کردی که کردی، ولش کن. یعنی چی؟ یعنی شفاعت اومد پا گذاشت روی قرآن، لهش کرد. یعنی شفاعت اومد کل احکام قرآن رو زیر گرفت و نابودش کرد. یه همچه شفاعتی باید استغفار کرد از تفسیر همچه شفاعتی و باید سبحان الله گفت که خدا هیچ وقت همچه شفاعتی رو نمیذاره روز قیامت که بیاد بعد به رو اون گفته های خودش بیاد خودزنی بکنه. این اهانته، این خلاف حکمته. هیچ وقت خدای حکیم همچی کاری و قرآن حکیم و پیغمبر حکیم همچی کاری نمیکنن. لذا این 2 تفسیر از شفاعت خطاست. پس شفاعت چیه؟ شفاعت کسانی که اون احکام خدا رو اجرا کردن در حد استطاعتشون و از گناه پرهیز کردن، منتها یک سری شرایطی، بحرانهایی، قضایایی در زندگی بهش مبتلا شدن که دیگه فراتر از اون چیز بود که نمیتونستن، منتها هیچ کس نمیفهمه که اون چرا وادار شد به فلان کار. هیچ کس باورش نمیشه و قبول هم نمیکنه. اونجاها خدا چون فقط میفهمه شفاعت میذاره. فلان شخص
که تو برو شفاعت بکن در مورد فلان کس، فلان شخص گناهکار، ولو که گناه کبیره باشه، اونم در مورد فلان گناه، همون گناه معلوم، همون گناهی که داریم بهش اشاره میکنیم که در شرایط خاص اتفاق افتاده که هیچ کس باورش نمیشه ولی خدا فقط میفهمه. خدا میگه برو در مورد فلان گناه از اون شخص شفاعت بکن که حالا اگر اون گناه سنگین ازش برداشته بشه، سرنوشت این از جهنم میاد به بهشت با پاک شدن و رفتن اون گناه از پرونده اعمالش بهشتی میشه. پس این به این شکل شفاعت. ما هیچ وقت دل به شفاعت ندیم که گناه کنیم و به امید شفاعت کوچکترین و ذره گناه مرتکب بشیم. هیچ وقت این کار نکنیم که داریم به خودمون ظلم میکنیم. فقط دل به شفاعت بدیم که شفاعت میاد از حق ما دفاع میکنه، در حق ما ظلم نمیشه. شفاعت کارش اینه. بله، حالا 2 آیه بعدش همین بیان فرموده دیگه. آیه 109 که بحث از شفاعت کرد و بعد 110 که کاملا الله از اوضاع و شرایطشون آگاهه، شرایط زندگیشون کاملا الله آگاهه، چه به حالشون گذشته، چه شرایطی داشتن، ولی خودشون مسلط نیستن، دیگران مسلط نیستن، الله فقط آگاهه. کارهای خوبی که انجام داده در حقش ظلم نمیشه. 111 و 112 غصه نخورید که خدا هواتون رو داره، شمایی که با ایمان کارهای شایسته انجام دادید. از هر طریقی که شده از شما میاد دفاع میکنه، حمایت میکنه، ولو که از راه شفاعت باشه. یکی از راههای مهمش هم همینه. آیه 101 من اعرض عن ذکری شامل حافظ قرآن میشه که قرآنش رو فراموش کنه و نخونه، یا حافظی که فقط روخانی و حفظ کرده و به معنای قرآن آشنایی نداره که عمل کنه، اصلا عامل به قرآن نیست، مثل حجاب یا غیبت و غیره عمل نمیکنه. خب ببینید، این که یه شخصی حافظ قرآن بشه بعد حفظش رو فراموش بکنه اصلا شامل این نمیشه. استغفرالله. اعراض یعنی پشت کردن به قرآن، یعنی پشت کردن به مقاصد قرآن، به دستورات قرآن، به خواسته های قرآن. این مسکین حفظ کرده بعد وقت کافی نذاشته برای دور کردن مشکلات زندگی، مشغله چیزهای دیگر، فراموش کرده. این که تابع قرآنه، این آقا که داره نماز میخونه، این خانم که داره ایمانش رو و دینداریش رو داره انجام میده، این که اعراض به قرآن نکرده اصلا شامل این نمیشه. و بعد اونجا که فرمودن حالا کسانی قرآن میخونن روخانی قرآن منتها معناش بلد نیستن، خب این در حد استطاعت خدا انتظار داره از بنده که بره قرآن رو فهم کنه، یاد بگیره در حد استطاعت. حالا کسی استطاعت نداره، گوشی نداره، پولم نداره بخره، سوادش هم نداره، کسی اطرافش نیست، استطاعت نداره دیگه، لا یکلف الله نفسا الا وسعها، گوشش سنگین اصلا نمیشنوه، اصلا طوری که شرایط زندگی نمیتونه، ولی آدم سواد داره، گوشی هم داره، با گوشی هم میتونه کار کنه، خب میتونه معنی قرآن رو یاد بگیره، خب این باید یاد بگیره. و بعد حالا به قرآن باید در حدی که میفهمه عمل بکنه. هر اونچه که دستور قرآن، حجاب دستور قرآن، غیبت دستور قرآن، نماز دستور قرآن و وفاداری به هم دستور قرآن و همه چیز دستور قرآن، باید عمل کنه در حد استطاعت. این که دنیا رو یک روز میبینن به خاطر چیه؟ طولانی بودن عذاب قبر؟ نه، ببینید همین عذاب قبر هم یک روز میبینن اتفاقا. این بعد از بلند شدن از قبر، تمام اون صحنه‌های طولانی قیامت رو یک روز میبینن. یعنی کل دنیا با کل برزخ در مقابل هول و هراس روز قیامت یک روز انگار بر سرشون گذشت، یه همچه تصوری میکنند. خب این گذر زمان در قرآن کریم خیلی بهش توجه میشه و خیلی آیات مثلا میگه که لا یلبثون الا عشیة او ضحاها. اینا تصور میکنن که فقط یک صبحی، یک شبی فقط تو دنیا بودن، اینجوری میگذره. و وقتی که آدم از یک محل لذتی گذشت، چون در لذت خیلی سریع میگذره، شما همه تجربه کردید، روز خوش یا مهمونی که میرید یا سفر که میرید خیلی زود میگذره. حالا شما باشید در یک جایی که سخت داره میگذره. تصور کنید یک نفر در زندان انفرادی هست،
اصلا فکر میکنه که الان دیگه باید 10 ساعتی گذشته باشه، نگاه میکنه که 1 ساعت فقط گذشته، زمان دیر میگذره. خب این خیلی طبیعیه. و وقتی که در دنیا آدم خیلی راحت بوده، یعنی دنیا به نسبت آخرت هر چقدر آدم تو فشار هم باشه ولی قدر راحت همون فشارها به نسبت آخرت وقتی که میبینه که اصلا فکر میکنه چیزی در دنیا نبود، به مثل یه روز فقط گذشت و رفت. اینجوری به خاطر هول و هراس و وحشت اون روز که قابل مقایسه با این دنیا و حوادث و اتفاقات و سختی این دنیا نیست. این حالت سنگینی برای افراد بی سواد هم هست. بهشتیان که قرآن هم شامل می شوند، یا منظور جهنمیان است. آیه 100 و 101 این سنگینی شامل همه کسه. هول و هراس قیامت شامل همه کس میشه، آدم با سواد و بی سواد و قرآن خون و غیر قرآن خون و پیغمبر و رعیت مهم نیست، شامل همه کسه. و دیگه اون صحنه، اون حدیث پیغمبر توضیح میده که همه مردم میرن پیش پیغمبر آدم علیه السلام، نبی خدا آدم، و میگه ای آدم تو پدر مایی، تو به داد ما برس، میبینی که ما در چه وضعیتی هستیم. میگه من از اون درخت خوردم، امروز خدا یک هیبت و عظمت و جلالتی داره که من جرئت نمیکنم برم شفاعت بکنم. برید پیش نوح، از پیش نوح پیش ابراهیم، میرن پیش موسی، میرن پیش عیسی، تا دست آخر میرن پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم و شفاعت میکنه، شفاعت بزرگ که تازه شفاعتش چیه؟ که حساب و کتاب شروع بشه. تازه برای اینه، یعنی پیامبران هم اونجا نای صحبت کردن و جرأت هم کلام شدن با خدا رو ندارن. این حالت سنگین برای هم است. از الان باید برنامه ریزی کرد. قرآن را از روی کتاب خواندن و بعد از حفظ خواندن کدام بهتره؟ یا فرقی نمیکنه؟ هیچ فرقی نمیکنه. در حالت عادی حفظ یک منافع دیگر داره، از روی قرآن خواندن یک منافع دیگر داره و هر کدوم هدفشون فرقه. شما وقتی که از حفظ میخونی داری خودت رو آماده میکنی در جاهایی که در لابلای زندگی اون آیات بیاد به ذهنت برسه و بتونی درست تصمیم بگیری. خودت رو برای اون روزها آماده میکنی، به همین خاطر به حافظت میسپری آیات رو تا در روز مبادا به دادت برسن. هدف از حفظ اینه تثبیت بشه تو قلب، ذهن. و هدف این که آدم از رو میخونه که حالا تمرکز کنه روی کلمات، هی برگرده، هی 2 بار، هی 10 بار. در حفظ نمیشه این کار کرد، این تمرکز رو داشت. اما در رو خوندن تمرکز رو فهم و رو درک بیشتر میشه گرفت. هدف اون اینه. حالا خوبه که شخص حافظ هم گاه وقتی هم از رو هم بخونه، این نگاه به صفحه قرآن بکنه تا بتونه به سمت فهم و درک پیش بره. این که میگن قرآن مال 1400 سال پیش هست، باید چی جوابی داد؟ اونی که میخواد نپذیره، شما هر جوابی بدید فایده نداره. بهش بگو برو قرآن بخون، بعد از خوندن قرآن 2 دور قرآن رو بخون، بعد قضاوت بکن. بهش این رو بگو. تو نمیتونی چاره هم چه آدمی بکنی. چه کسانی به اذن الله میتوانند شفاعت کنند؟ توضیح دادیم. حالا چه کسانی شفاعت میکنند؟ کسانی که سرشون به تنشون برزه. خب حالا اونا چه کسانی هستند؟ در اعلاترین رتبه ها انبیای خدا و ملائکه. در سطح پایین تر غیر از انبیا آیا آدمای معمولی هم شفاعت میکنند؟ بله. اونجا فکر نکنیم که در دنیا به فلان کس میگفتن شیخ و امام و بزرگ، اونجا همون لقب شیخی و امامی خودش رو داره. اونجا اصلا داستان کلا فرق میکنه. اونجا دیگه دست کسی دیگه است، اینجا دست ما هست. القاب میدیم، بزرگ میکنیم، کوچک میکنیم. پس ما داریم انبیا، غیر انبیا، تموم شد. هر که پیغمبر نیست غیر انبیاست. حالا غیر انبیا آیا شفاعت میکنن؟ آره، شفاعت میتونن بکنن، به شرطی که عرض کردم سرش به تنش برسه. یعنی اینکه اون شخصی بوده باشه که مدام خدا رو، مقاصد خدا رو، اهداف خدا رو در زندگی خودش اجرا کرده، در زندگی خانوادهش اجرا کرده، به هر حال در فکر دین و ایمان و اینها بوده، حواسش جمع بوده. حالا این افراد هم میتونن که شفاعت بکنن و این شرف نصیبشون بشه.
اگر کسی که فوت شده و نماز نمیخوانده براش دعای مغفرت کنیم، خدا گناهانش رو میبخشه. کسی که فوت شده و نماز نمیخونده، اگر یه نوجوانی بوده 18 ساله 20 ساله، یعنی به اون فهم و درک هنوز نرسیده، تازه اول جوونیه، تازه داره تحقیق میکنه، تازه فلان، آره خانواده مسلمانه، خب اون دعای مغفرت میکنید، خیلی هم خوبه. من یه نفر عیانا گفته آقا نماز ولش، این برای چی؟ نماز مال قدیمی هاست. نماز یعنی چی؟ این آدم دیگه نه، دعای مغفرت خودش اعلام کرده با همین حرفاش من نمیخوام دعا برام بکنید، من اصلا از خدا انتظاری ندارم. خب ما دیگه مگه دیوانه ایم که به زور از خدا میخوام بگیریم یه چیزی بین بدیم؟ خودش میگه من نمیخوام، به زور کسی در نمیخوره، چیز زوره که شوره. خب پس کسی که نماز رو قبول نداره، دعای مغفرت برای چنین شخصی قبول نیست، یعنی و درست نیست دعای مغفرت بشه. و کذالک انزلنا قرآنا عربیا، صحابه پیامبر زبانشون عربی بوده و کامل قرآن رو متوجه میشدن، ولی حالا تکلیف کسی که ناآگاه هست که بره سمت ترجمه قرآن رو فقط روخانی میکنه یا حافظ که فقط حفظ کنه، ضرر میکنه. خب ببینید حالا اونجا توضیح دادیم که اونجا منظور زبان عربی این که محض زبان عربی اونجا نیست. عربی معنا داره، عربه یعنی وضوح و بارز و بعد عدم کجی و ابهام، اینا همش معنای عربه هست. و وقتی کسی یاد میگیره، چه از رو معنا، همین که داریم میخونیم خودمون، همین قرآن داریم یاد میگیریم، تمام دیگه، چی انتظارمون چیه؟ بسه، همین قد بسه، ما قرآن همین قد یاد بگیریم. یکی دیگه میره درس دینی میخونه، کتاب عربی میخونه، دانشگاه میخونه، رشته ادبیات عرب میخونه، اون در حد بالاتر یاد میگیره. یکی دیگه اصلا کتاب ترجمه قرآن ور میداره میخونه، داره میخونه ترجمه قرآن، داره قرآن رو فهم میکنه. همینها خوبه، کافیه. آدم در همین حدی که میتونه زحمت خودش رو بکشه و نیاز نیست که خودمون رو با صحابه مقایسه بکنیم و نمیدونم این چیزا. و خدا هم هیچ وقت ما رو با صحابه و کسی مقایسه نمیکنه، هر کسی در حد خودش خدا ازش انتظار داره. دو تا آخر صفحه که در مورد رفتار ظالمان و صالحان بود. خب ما که نماز میخونیم روزه رفتار خوب و غیره، ولی خب خیلی وقتا هم رفتارمون بد میشه توی نماز، کمکاری میکنیم. تو کدوم قسمت قرار میگیره؟ یعنی گاهی رفتارمون این طرفی، گاهی اون طرفی میشه. این جزء به حساب اعراض از قرآن به حساب نمیشه. اون آیه اول رو فراموش نکنیم. میگه که این ذکره، ما ذکر نازل کردیم. حالا کسی که از این قرآن به عنوان ذکر، یادآوری، اندرز و دستورات زندگی گرفت، حالا گاهی موفق میشه، گاهی زین به پشت و گاهی پشت به زین، گاهی این ور گاهی اون ور. اون هی توبه میکنه برمیگرده، اشکال نداره، طبیعیه، توبه میکنه. منتها من اعرض به بعد، کسی که دیگه اصلا پشت سر گذاشت رفت برای خودش، این آیات در مورد اونهاست و شامل کسی که خدا پرست هست نمیشه. منتها این توضیح هم بدم که اون آدم، وقتی میگیم آدم مسلمان و خداشناس، دو آدمه ها. این خیلی مهمه این قسمت. یه آدمی که به زبان، به خانواده، در ظاهر نماز، اینا همه چیز داره و بعد اختلاس میکنه، هزار سوء استفاده میکنه، تمام کارا میکنه. این نه. ببینید این پیش خودمون مسلمان، خانواده مسلمان، کارهای مسلمان حسابه، پیش خدا حساب نیست. پیش خدا اون کارها وقتی که مبنا داشته باشه، بر گرده ایمان بنا شده باشه، بر پایه ایمان استوار شده باشه، اونها اسمش اسلامه پیش خدا، نه پیش خودمون. چون ما که نمیفهمیم به چه نیتی داره نماز میخونه. یکی نماز میخونه تا اعتماد بهش بکنن، تا بیشتر اختلاس کنن، تا بیشتر سوء استفاده میکنه. این مسلمانه پیش ما، بله، پیش خدا اصلا. خب یکی نماز میخونه، قرآن هم میخونه که چی؟ که بعد از اعتمادش اونجور فلان کار رو انجام بده. خب این که از منافق هم بدتره. ببینید اینا نفاقن، اینا در مسیر دنیا پرستی و شهوت پرستی، خدا پرستی نیست. پس خدا پرستی رو معناش بفهمید. آدم خدا پرست که از اینا سوء استفاده نمیکنه، نیتش اخلاص داره به نسبت خدا و دینش و صادقه، آدم خورده شیشه دار و آدم مرموز و مارموله که نیست، تودار و
اینا نیست. حالا این آره این آیا شامل اون آدم نمیشه، ولی اونا خب میشه. من حمل ظلما شامل این آدم میشه و بدبخت و بیچاره هم میشه. خب من و تو کار نداریم، فقط این تصمیمش با خداست. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي، قرآني نبض حياتي.